سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، خوشحال هستم که امسال هم این سعادت نصیب ما شد تا خبر خوش تولد عیسی مسیح از این طریق با شما در میون بگذاریم. امسال هم به طور خاص این کریسمس سال 2024 خدمت شما تبریک عرض میگیم و امیدوار هستیم که سال پربار پربرکت برای شما باشه. عیسی مسیح خداوندی است که جسم شد، بر زمین آمد و او نه تنها تولد یک نوزاد است امروز، نه تنها تولد یک پیغمبر، بلکه عیسی مسیح آمد تا در قلب‌های ما در واقع او تولد پیدا بکنه و او نه تنها پادشاه جهان بلکه پادشاه قلب‌های ما باشه. و ما این کریسمس رو به شما تبریک عرض میگیم و امیدوار هستیم که سال میلادی که پیش رو دارید سال پربار، پربرکت و شایسته برای شما باشه. آمین.